ай мор апа мор خب یک گپ شما در درون خونه گفته سرپرستو چی میخواهند؟ نیتشون خوب نیست. راستگه ببین کرتا از آن رحمتی مادرم بود. بعدی رفتن مثال قلون ها یعنی من تنها معلومات چی روزا بالای سرت میبینم. هیچ چیزی بان اینو ببینید. شما را ناشناسیدن چی؟ اینو شما رو دیدن ناشناس ترسیدن. این مسئله چه خیلی خورد توجید که اول بینیش انخ نیاک چه میدم میکنه اپا راحت. ام میگن کسی شوش ناز بینه اپا شور میکنه خودم. هم خیلی بده. هم نباشه چی کی رو نغز ببینی. شما نیتی اولادور شدن ندارید. زن جوش نیافتی به توار زن. به توار زن. نه خالی شما تاجیکو. نمرد به توار زن. عاشق بچه رو ایمال با کمر بسته کدی. ایما عاشق نیست مخی نوروز. همین قدر حرمت احترام میگم که پول یه چیزی بوده که همین دستا در پیش بر بوده. انا آواز بین میگن نوروز خوش اومدی. از همه زیادتر برای چی و برای کی گیره کردید؟ سر میکنیم. مرحمت. شما خودتون بخری. اول شما خرید اگر زنده مونیم. نوروز باکتون گشنه یه. خیره ای. زنده. من در سیمای خودم سیمای مادر ما میبینیم. هر روز خودم نگاه میکنم میگم حالا که رومال بندیاش میبندم میگم چه مدت چه منان شدن. سلام دوستان و ابوناشیون کانال توجیکون گروپ. اگر شما میخواهید که جالبترین برنامه‌های ما رو با اشتراک صنعتکاران شناخته تماشا کنید پس دستگیری شما برای ما بسیار مهم است. ما میدونیم که قسمی زیادی تماشابینان ما که در فدراسیون روسیه هستند البته برای پول روان کردن با تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان باید فایزی بلند پرداخت کنند، باید با بانک روند و وقتی خود رو بیهوده صرف میکنند. این مشکلی شما رو کارت دیبیتی تینکوف بلیک حل میکند. البته در سیلکه زیر ویدیو بوده وارد میشوید، کارت رو درخواست میکنید و با تمام شهرهای فدراسیون روسیه کارت برای شما رایگان برده رسانیده میشود. کارت مفید دیبیتی تینکوف بلیک برای شهروندان خارجی نیز دسترس است. توسط برنامه اون شما میتوانید با تاجیکستان و دولت‌های آسیای میانه به کمیسیه مبلغ روان کنید. امکانیت انجام دادن انتقال فوری تنها با رقم تلفن در یک ماه تا 20,000 روبل به کمیسیه با دولت‌های آسیای میانه تاجیکستان، ازبکستان، ارمنستان و قرقیزستان. اینچنین شما میتوانید تا 500,000 روبل از خود بانکمات‌های تینکوف و تا 100,000 روبل از دیگر بانکمات‌ها به فایز پول نقد گیرید. دوستان عزیز دستگیری شما برای ما بسیار مهم است. اصل که زیر ویدیو بوده کارت دیبیتی تینکوف بلیک را درخواست کنید و برنامه‌های جالبی ما را منتظر باشید. یادداشت می‌شویم که کارت مذکور در تمام شهرهای فدراسیون روسیه با شما رایگان برده رسانیده می‌شود. سلام دوستان عزیز، نوروز فیضعلی هستم. این کانال توجیکون گروپ است که شما تماشا نموده استادید و اولین برنامه در مهمانی است و فکر می‌کنم که البته اولین شماره با اولین قهرمان ما که سرویناز یوسفی هستن بسیار جالب و شنیدنی خواهد بود. حالا ما با سرویناز یوسفی زنگ میزنیم و میبینیم که در کجا هستن، آیا وقت دارن که ما رو مهمانی خود قبول کنن. الو سلام علیکم. و علیکم سلام. اپای سرویناز خوب هستید؟ اینجا هستی شما؟ خدا را شکر سازم خوبه. سلام شما شناخته من اپا؟ نوروز ساز خوبه. اپای سرویناز ما همی شما در دوشنبه هستین نیستین؟ ما راست گپ میگیم که مهمان شما شویم. نوروز من نیستم در خانه ما شهر بیرون برآمدگیام. کجا دارین شما؟ طرف لاهور ده یک دیه ده. لاهور؟ عصبا ما آرام کنی آمدم. خیلی هیچ گپ نداره شما اولی ما مهمان تونشیم خلال نمیرسونیم. شوخی کردستین؟ ما نصیب باشه بعدی 30 دقیقه پس 30 مینوت پس پیش شما نمیشیم همون لاهور دمیشیم میشه با؟ مایلش تمام اپا شما تایرتون دن گیریم. دوستان عزیز ما راه پیش میگیریم سوی لاهور و میبینیم که سرویناز یوسفی تا کدام اندازه از کارهایی که در دهات هستن با خود میبرن. فکر میکنم که البته این برنامه براش موجودی است. رفتیم. دوستان عزیز ما این زمان در لاهور رسیدیم و اپای سرویناز هم با همینجا در فصلهای بهار کم کم به استراحت می اومدن. نقلیات ما بالاتر است لیکن راست گپ در اینجا تلفنش رو نبرداشته استاد است که پرسیم که در کجا است.
ای اکا همین خونه اپای سرینوزشون در کجای؟ اپای سرینوز شما در اینجا خونه اپای سرینوز نمیدونه؟ هوای بلوای همین ماشین اپای سرینوز های رحمت کلون اکا زنده باشین. این لحظه ما با سراغایی که این اکام با ما داد ما ایسا می رویم سراغی اپای سرینوز. همین خانه های لایه‌ای که ما دیده ایستادیم 50-60 سال پیش رو به نظر میاد. خانه های باباها و بیبی های ما در همینجا بود. از پیش من یک عاقل است، عاقل در اینجا گوسفند داره دیدن ممکن است و همون شعری که در صنف 2-3 میخوندیم همون به خاطر میاد. برچه او برچه کلاکت کدوچه دو چشمکت آلوچه ادامهش فراموش کردم. خب ما این زمان به خونه‌ای که نشان دادن در نزد همون هستیم دوستان عزیز و یک معکر هم میبینیم در اونجا، یک خر هم دیده ایستادیم و فکر میکنم در دهات این بسیار ضرور است. بیاید راه پیش میگیریم سوی همین خانه میبینیم که یعنی اپای سرینوز در داخل هستن یا نه و با چیکار مشغول هستن. اول اینجا رو ببینیم چیه اینجا. نختم بیا خیلی کمی رفت کهدان اینجا کهدان دست رفتیم. اکنون میاییم با ما وارد خانه موقتی اپای سرینوز گشتیم. این نواربردار فراموش شد. بیا بیا آفرین. این خر و این هم لباسای این اپای سرینوز. اپای سرینوز سلام علیکم اپا شما همی سوزی اپات اینجا این در شما را چخه بدروی مکه هم خیلی ای سلام علیکم تینجین اپا خوبه سلامتی خوبان کارتون خوبان. این تماما لباسای دیگه روی مال دیگه و آخه ما همیشه شما گرفتم ایم دوشنبه ده هر آواز زمینه نه آواز زمینه ای گجو یافته نه انا که پجام بگه که کی شما اینجا اومده برای استراحت اومدی خونه خودتونه؟ نه راستی اینجا خانه من نیست راستی گپ وای من همین لحظه که کمی اگر دلتنگی میشم کمی میخوام که تماما از همه بگریزم بعد این خیلی جاها یک دو سه تا دارم این منظره ها میبینم. لحظه که شما در زنگ زدید من گفتم که من نیستم ای شهر بیرون درست لیکن به هر حال باوری نداشتم که همین قرار تای میکنی با همینجا هم میایی نیاکنیم ما برای شما سه چهار نخلو درش کردیم در راه خیره بالون کافیده بنزین تمام شده با قولی که خیره آدم خیره هم میگن ژورنالیست ای در میزنند باید اعتراض بود روی اپای سرینوز نمیدونم نقشه شما چی بود کم یک نقشه شما رو ویران میکنیم. ما یک برنامه مخصوص گرفته ایستادیم و این اولین برنامه است و اولین مهمون شما هستید در این برنامه و سه شرط داریم. شرط یکم تیار کردن خوراک است. شرط دوم 10 تا سوال است. سوال‌های بسیار جدی و پاسخ‌های جدی و شرط سوم ما یعنی انجام دادن یک عملی که در دهات است. مثلا شاید نمیدونم شما کنده مایده میکنید یا اینکه مثلا عقلی رو توزه میکنید عموما اکنون ده که آمده همه کاروش هم میکنید با فکر تمام. خب ما شروع میکنیم دوستان عزیز با شرط اولی خود. البته بسیاری از ما مردان نمیخواهیم که زنهای ما در بیرون یا کدام یک جای دیگر کار کنند. این خوشخبر تنها با مادران و بانوانی که خانه‌نشین هستند. اپای صفیه همه شما رو در شرکت فابرلیک با کار دعوت میکند. خودی اپای صفیه در سه کاتالوگ توانست است که دیرکتوری شرکت شود. یادداشت میشویم آموزش و با قیدگیری رایگان پیشنهاد میشود. در هر کاتالوگ با شما دوستان عزیز بونوس پیشنهاد میگردد. اگر شما با زینه دیرکتوری رسیدید البته معاش معین پیشنهاد میشود و همزمان شانس مخصوص پیشنهاد میگردد و همزمان یادداشت میشویم که از طرف اپای صفیه با شما یک انگشترین اطلاع هدیه میگردد. معلوماتی بیشتر با رقم هایی که در اکران ما است تماس میگیرید و کار شما خوب خواهد شد. اپای سرینوز تست که اخی مهمونو نگاه دارم. اپ سرینوز بیا در قدمات سطح بیا که باور که چند قشید قروتوی وای قشلوقی را نخوردیم. یه چیزی دیگه را وای کنکی به نظر بگیره که چیه شما اینجا میشینیم من اینجا میشینم. خنک میشم باشم شلیالی یه چیز دیگه را به نظر بگیره که اینجا سویت نیست جایی که ما اومدم میدونی چیه سویت نیست شرایطی که در مرکز است نیست لیکن
مهر محبت آرامی هست. مهر محبت آرامی است. بله برای همقدر از من چیزی که آماده کردم میگن یک خوراک سردستکی فقط وای نکنید کتگی نکنید برای چی پامیدور خیلی بودرینگ میخواد بسیار چیزا میخواد اینجا نیست. ابا بریم بیاریم اپا. نمیوید اینجا نیست. اینجا در مغازین هم نیست نزدیکی. ها بیاین اپا نباشم. چی نگاه داره مشک میگذره مشنیم. چی میکنم تو نه. ها بیاین مو برای نگفتین ساعت چیه گفتین که خیلی نه این بادا هوا رو ببین. این زیبایی رو بیا اپا. او گوو رو ببین. سالها انتظار بودیم که کی اپای سرویناز یا خود میکنم ما میخریم. اپای سرویناز. اخورتو را پیشکی گرم کردیم در اوچی کردیم. ما این پیشترکک وای کردم بود که اگر میفهمیدم که شما میومدی بود ما شب تر میکردم نه که خیلی کمتر دشوارتر میشه کف زدنشو. نه که یگان چی اردم باشه گپ زدن اردم. کمتر اگه میدونی کف زدن گیرم. کف زدن میگیری نه. الان که در رفت هم کف زدن تون صحبت میکنیم اپا کمتر. اپای سرویناز ما شما رو بسیارتر در دوشنبه با کمتر مثلا چی بگم زمانوی تر میدیدیم شما را. این لباسای دهاتی و لباسای موموگی روی مالی البته هم بیبی های ما که پیشتر میبستن از کجا بتنی شما از کجا پیدا کردید خودتون نپوشید در خونه؟ راستی بله من اینا رو در خانه میپوشم وقتی که یگام ده آمدم یگام جا حتما یک دو تا لباسای همین تاجیکی خودم میگیرم میام و راستی که این کرتا از آن رحمتی مادرم بود. او بسیار همین کرتاش دوست می‌داشت. همین دو تا کرتای دوست داشته داشت. یکی همین بود یا دیگه‌اش انامون پاپلینای شانه اطلسی. هر روز قریب همونا رو من میشوشتم و بعد میپوشاندم. هر روز همینا رو به حد دوست می‌داشت همین لباسش. بعد از مرگش من همین دو لباسی که مادرم زیاد میپوشید همینا رو من به خودم گرفتم. دیگر لباساشون کجا کردین؟ خیلی لباسایی که مثال که خیلی فسان بود و باز مثال قیمت ها بود و بود من همه اونا بعد به دیگرها تقسیم کردم و همین یک دو تا چیزی که هر روزای خدشکی رومال و کرتاشه برای خودم گرفتم. بختم گرفتم. بله. خب آب شد قریب آب ریزم اینه؟ نه سخت‌تره که کمتر به خاطر که ما نه آمادن تون اینا تر کردیم که از شب اگر میفهمیدیم تر میکردیم با کف زنیده کمتر وای میشید. آسان‌تر میشه خیلی وقت داریم. شما قرطو با چی خیلی آماده میکنین؟ در بسیار جا هر خیلی آماده میکنین. شما چی خیلی آماده میکنین؟ نه هر خیلی میکنیم ما هم. اکنون من همه چیزی که این روز یافتم هم رو برای شما کردیم. اگر نه خیلی باشد هر گناه هست که مثال که انمون کبوتی ها را کتی مثال در بسیار ده ها کبوتی ها را کتی همون پیاز هست همون کتی مثال در آن انمون مثال چی میگن که یا که سنگ باشد یا که یک همین میچکن معده میکنم. بعد من میتوانم که با آب پامیدور بکنم میتوانم که با گوشت هر گونه فقط گفتم که فانتزی کرده در آوردن در امروز که از سبب که شرایط دیگه همه چی مهیا نیست ما می یا چی تیار میکنیم که ما گشنه نمونی برای ما راست گپ آگاه نکردم اومدیم آگاه میکردیم شاید تیار میشدن برای همین که تیار نشدم اگر آگاه میکردیم تو از خرید کنی بیایی برای همین نقشید که آگاه نکردیم شما را و میبینیم که ولی چی دارین شما را مهمونی و بدینده نه خدا مهمونی بیا دستی خالی بیا اقلا یا سید کنی میری دست خالی نآوردیم همه تکنیک برای شما خب آب شدن یا نه قریب یگان بار شده است که شما در یگان توی دیر کردین و از صاحب توی شما را بسیار جنگ کرد نه من راستی دختری وای نیستم در وقت ساعتی گفتتون میریدن البته کوشش میکنم اگر که یگان وقتم که دیر کردم این به حد یگان سبب دارده به سبب نیست یگان مرتبه لکی نش دست توزی اگر که معرکایی که خودم به عهده گیرم از اول تا به آخر اونجا نه یکی معرکایی که مثال که به قبل میگن در اونجا هست هنرمنده با من مثل تبریکات میروم شاید دیر کرده باشم یک سرود بسیار زود داریم با من نیمی نگاهی سرت عاشق شدم الان میخونیم ایما عاشق نیستم نوروز کدام سرود میخونیم موزی در وقت همین تیار کردن خودتون یک سرودی نو کردگی حالا اونا با قریبی میبره بعد میگیم گاه قروت آخریم گاه شکرا این هم خیلی باتنش این حوالی سورپریز ها بله بهترین سرودی از همه مشهور شما تاجیک بچه هم خیلی بود اگر خطا نکنم عاشق بچه رو ایمال با کمر بسته کدی میره به سفر
که قلفی در بسته کردی عزمی سفرت بکسی سفرت بخشش گرفتم من گریه کدوم یک بار ندیدی چشمی تر بسته کردی. این اسباب اینا واسه برای نواختن نمیشه از تو دل بکنم خوش کلام و شیرین سخنم. بهترین. خب چی شد؟ بسیار امین یک بو برآمده ایستاده است. دوستان عزیز تا کف زدن این قروت قریب آماده شد. آماده میکنیم و در چند لحظه باز صحبت رو ادامه میدیم و ادامه قروت رو آماده میکنیم. چه بدای؟ این کاری زنو قیم ده بو مو همین زنکو رو هر چی گفته گشتیم بیچاره هر روز تایگا اپای سرنوز میگه که شما پیشکی مرا آگاه نکردین که ما قروت رو شب ترک کنم برای ما که خطون قروت رو آو کنیم ما مجبور دیگه همین آخی نمیشد وای قروت سخت است از شب آب میکنی شما مهمون هم خیلی مهمون حرمت احترام اوه گوتیزی گشنه موقع چیکار کنیم خایا که با گشنه موندیم گناهگار شدیم مهمون یا دستش سید که پر میوه اوخی نفهمیدم خیلی مهمونی و یا نخونده را مهمونی نخونده بچه انا که در حقیقت بعد این کارو آدمی باشه که به قدر زن برسه. شما مردکو چی میگین؟ زن جوش نیافتی به توار زن. به توار زن. نه خالی شما تاجیکو. نه مرد به توار زن. ای توبه. شیرگی اولی همه بکنم اپا. همه قضیه چه بام که خوبه. یکم بار قروتو کرده استادم در حیاتم. انا میخی. خوش رو. دوستان عزیز بجایی که اپای سریناس خانه‌دار ما را مهمانداری کنه ما مهمان اومدیم اپای سریناس با مهمانداری کردیم. آخه ما مهمونم در اینجا همین شما گریختم مهمونی اومدم. دستم ما اینجا میده هیچ میخورم. اینجا همین چه؟ همین چیزی که یوف شوی اوقاته که همین دانگی و در همین دگدان یک مثال نونا میبندن در یک آب میخه تر که اگر بهار شود شما دیگه چی در کنه سمی بالای ادیر میبره چیکری و سیالاف چینده خوردن میگیرین. گفتم کم ترک وای بیایم از همون خیمیکاتا بیرون بیایم کم ترک چیزای همین چی میگن همین طبیعی را چه خیلی قرط وجود داره. اول به نیش انخ نیوک چه میدم میکنم پر راحت کنی نیوک. هال به. انا. این شمایده کنم اپا. آها ایش وجه ترش دیگه. باز نیوک. این روی کار دایجا بودم دوری طبق دخوام این کار تست پیش میره. اپای سریناز شما همه مهموناتون هم خیلی میکنی. نه فقط مهمون خیره را. قریب اومده؟ قریب نگاه کردم که مونده شدی آسان نیستای وای ناخریه آسان ناخریه آسان اپل کورکنی هم آسان نیست اپا ما کار میکنیم میریم زنکو میکنن ما قروتای ما با کمک همدیگر قریب که اومده شده ایستاده است ای وای پس ایناس طبق نشکنی نه این برای انمین محض برای می از اینجا دم این برای مهمونا نه من اینجا دا پرسیدم که مثلا شما یگم تا خیلی سنگ هست که مثلا قروت سخت است آب کنین یا اینکه برای مثال کبوتی ها را کتیدن و اینا گفتن که ما انمین مثل بلقه خیلی چیزا داریم که وای میکردیم او میکردیم تازه بدای محض برای همین بدای بله یعنی در دهات از همین استفاده میکنن نه همین مهم که گشنه نمونی بله و توارای و بلقه مهم که خوراک آماده باشه که نوروز اینجا گشنه نروه ولی اگر ما اینجا گشنه بریم ما چند جای دیگه نمیگی نگو که اپای سریناز مهمونداری نکرد اینا دستام اولا شتی روی دیگه شتری سفید دیدی ندیدی آدم خیلی نمیشه بخوره اونه که در بسیار جمعه بینیم شتری سفید گذاشتن دیگه باور که اوه به قول مرده ها خب حالا خیلی دوستانی عزیز اولا بینی با میگن که یک زنکا کار نمیکنه زنکا که در قشلاق هستن دیده چه کار میکنن این برنامه اگر زنت ببینه کو دیگه خود نمیپذیرم میگه نوروز خودت پختنگی الان می یک کارو میکنیم که همین برنامه رو نبینه ای آفرین با میگن که اپای سرونه او خود کردن نمیتونه نه حالا که اینا بسیار آب با چه خیلی اوقاتای میلیره شما میکنی غیر خروتو چیه با کدام اوقات رو میکنی منتو آش پلو اول بعدی منتو میکنی بعدی منتو
من توی در خونه خودم مکیجه شرایط نیست تا خیلی روز خیلی خیره ای دم نخون خیلی خیره شو نامروز تمام تمام این آبش تیار شده؟ آبش تیار شد کم دیگه آب جوش الان خیلی زیربگ نداره میخوام پیاز گفتم استفاده میبره اینا شما زیربگ نمیگی نه؟ نه زیربگ وقتی بولوش با تف میتی کو روغن کتی پیاز روغن که داریم کتی پیاز تف میت میارم من نمیدونم شما قرطو با شما کدیسی نپا ما اینجا آمدم که حس کنم انا من طبیعت زیبا را حس کنم که ما در دهایم حس کنه که مهمون درو چی خنه داجه حس کنه البته حس کنه که ما اومدیم اینا هم چینا بکور خمو کدیسیم حس کنه اپا من چیزو رو حس کردم درکو کجا رفته بو خیاب سرمون کجا رفته تست کنه اپا وقت نیست تست نما خبسان دختي ما دختم ايه بسرعه دختي سيبي كاجتا شو تو ناز ببینید چی ها هم میگن کسی شوش ناز ببینه پس شور میکنه خودم هم خیلی بدای هم نباشه کی رو ناز ببینی خب بهتره حالا چیکار میکنیم اپاک تمام انا من هازی کمی دیگه آب جوش میبرم در بالا اینجا علاوه با آب جوش دیسته میبرم تمام میبرم تمام نونا مایده میکنیم من نونشکنه کمک فتیشکنه کنم جود داشی تمام تست کنه که وقت نیست تست کنه او همین قشلوق چند قشید آمده این روز دیگه او جوش تان جوشیده نه پا تمام نیل به او جوشه بیره نیشه تمام انا آواز بی میگن نوروز خوش اومدی خوش اومدی هم مهمان داری شد اکر شد خدم خاطرش کنم نه پا کتر مایده کتر مایده هم چی خیلی که هنر داشته باشی تمام اینا ای استا نشیدم نیو خی هنری ما کت گفتی دیگه کتش مایده کنیم ایتری نمیخوجه شما نه نمیخوجه ما کوشش میکنم که خیلی که ما بوده آدم در میفوره آدم در نمیفوره خیلی کوشش میکنم که برای شما هست با یکم چیزی که آمادهش کنم آماده کنی نه باور کنی قروتوی ما هم بفکرم که نه قروتوی اصلی بو بگیرم فتید قروتوی اصلی همین قروتو میگن به پامیدور به بودرینگ به کابوتی معلومه اینجا میبیای که میدونی وقتی که انسان با فقیران رفت آ میکند به قدر زندگیش میرسه بله اگر میگن خواهی که با پروردگار با بیشتر نزدیکتر شوی باید که هم صحبتی هم نشینی فقیران باشی اگر اصلی وطنی خیلی بگیری اصل بگیری که ما هممون ایده ها مثال همی که پشتایی درست همه درست میگه اپا این علاقه مهم نیست این مهمتره این با قولی همون گفتی که ما مردم دیگه که غوجیدن شرط نیست این علاقه خودش خود غوجیدگی هست تموم یا شاممونه نه بس تموم اولی با چی اونجا در علاب کمی روغن زغیره با پیاز تف دادم بله اونم میریزیم بعد قروتو تیار بعد مزهش هم میچشیم اپای سرنوزه با هم میتیم شما روغن در وای شما دیگه بیارید دیگه نزدیکتر کنی پیشتر برید که این بین شد اینجا باید که روغن زیاد نیست اینجا همه پیاز هست چیزی تفیدگی هم درست باور کنه نه که این قروتو هم قروتو باشید اگه ده پای سرونو وای نونا کتی روغنی زغیر اکبای کدیسی بهترین شی باور کنه من ای همی بخال پیکل کدیسی نه هازل نه ای همی
نگاه آیا همین این خیلی نبینه یکی ما میدونی چه فراموش نکنید بینید وقتی انسان محبت کتی خوراک تیار میکنه که با مزه میاد با مزه بله این محبت قطعی اومدش دیگه البته، یا به البته. محبت نه با محبت با محبت بله این فقط خوردنش مون بگیرم شک خیر باز ما مزه خوراک مزه قرطو با میششم بعد میگم که اپای سرینوز سراینده خوبن یا آشپزی خوب برای همین سر میکنیم مرحمت شما خودتون بخری اول شما خورید اول اگر شما شما که اگم چی اگر زنده مونیم خب بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم امروز باکتون گشنه یا یا بار دیگه بگیم بخشش با نگوی که قرطو یا بار مازش نمیفهمی با نگوی که گشنگی رو گذاشته است شما اگم چی گفتن گیره ما آشا گیرید ای گوشتش خورید میگم که انا من یک میدونی یک کیفیتی انا من ده انا من است که همه شرایط نیست انا من خودش یک کیفیت است یک کیفیت دیگر شما که وقتی یک کس میخره یک کس دیگه تماشاش میکنه آخه ما میگیم بشنیم من خورده است راست میگم دوستان عزیز باور کنید بهترین قروتو بهترین مزه و نمی بود و هوا قطعی نمی فضا قطعی بازم بسیار لذیذ است رو پروی من باور کنید یک کوه بسیار بلند است از نوآورده خوش میاد یک کادر نشون دهند نگاه کردن نمی دهات فضای ده را نمی خانه ها را مردم و کار فعالیت خوردن همین بازم لذت دیگر میبخشد برای همین بیاید پس در روز شما همراه ما همراه شوید همین قروتو و یک جای میخریم بعد میگذاریم با بخش دیگر نه که اول قروتو میخریم خب با شرط دوم اومدیم دوستان عزیز و همه شما رو خوش آمدید میگیم به همین کانال توجیکون گروپ و درست میشم که این همه زحمت و مهنت ما برای شماست و با دستگیری تینکوف بانک و بار دیگر درست میشم در سیلکه زیر ویدیو بوده وارد شوین کارت را درخواست کنین البته با شما بردن میرسونن و هم به منفعت شماست و هم به منفعت ما و من با نفرانی که نظر مورد شدن منظره پشت شما از آن همین نواری ما ببینید چه خیلی بسیار یک منظره خوب است دیدنی است افای سرینوز این بخش ما یعنی سوال ها هستند در این بخش با شما پیشون میشوند و فکر میکنم که البته آماده هستید برای پاسخ دادن خیلی هنرمند بود همیشه آماده باشه بله خب پس شروع میکنیم کدام سال شما در کوخ بوربات کنسر موندید و میگونه اوضاع شد که $50,000 سوختید بقاله یعنی خانه تونه فروختین و مبلغ قرض تونه پرداخت کردین تو کدام منظر درست هستین راستی من مبلغ همون خانه در دستم بود اون من خرج کردم خیلی این همون کارگردان ها و همون کدومی که نفرایی که با من همکاری کردن از جمله کارگردان بردین رجبوف خوب میدوند زحمت های و مثال عذاب های مهنت های مرا سال 2012 بود روز یکم می روز یکم برای ما روز مهنت کشان بود همون سال بعد همون روز از مثال تحت عنوان 1001 شب ما برنامه رو مثال کنسر رو برپا دادیم من نسوختم زیرا که من مبلغ خودم خانه به دست از خانه پلی خانه مثال اونجا صرف کردم $60,000 امریکایی رفت لیکن من از اونجا
зарар надидам. зарар ба надид. хотире ки ҳамон пули чиптаҳо ҳамаш бо бартараф шуд, ман инҷо зарар надидам. Фақат фоида надидид ба фикрам? фоидааш ин буд ки барои ман шӯҳрат, обрӯ, ман аз бале. паси шӯҳрату обрӯ Бале. давидам. Барои фоидааш не, зеро ки ӯ ҷамъоварии худам буд. Ман ягон ваем надоштам ки сарпарастам надоштам ки маро сарпарастӣ кунад. Бале. Зеро ки медонистед ки сарпарастон аксарияташ чӣ мехоҳанд. Бале, бале. ва ба ҳамин хотир ман чандин солҳо аввал меҳнат кардам, ҷамъоварӣ кардаму баъд консерт барпо намудам. хуб як гапа шумо дар дуруни нухуна гуфте сарпарастҳо чӣ мехоҳанд? хей ҳамаи онҳоро дар назар надораму аксарияти нафарое ки мардаҳое ки мехоҳанд ки сарпарастӣ кунанд нияташон хуб нест. бале, нияташон хуб нест. Бале. хуб суоли дигар, вақте ки падару модар дар қайди ҳаёт аст, мебинем ки акаву додару бародару хоҳар ҳама ба ҳамдигар дӯстану ҳамдигарро дӯст медоранд. вақте ки падару модар мефавтад, онҳо аз миён мераванд, оила чӣ гуна мешавад ки шумо ки ин чиза дидем? мегӯянд ки яке аз анамон санҷишҳои худовандам анамон вақте чӣ гуна мегӯянд ки мерос, бале, тақсимоти мерос. тақсимоти мерос аллакай ҳамон болои сари ҳамон фарзандҳои падарӣ модариҳои келинҳо мебиёяд. анамон гуна як санҷиши сахт ҳамон вақт аста. ҳар кас хиша дошта наметавонад. ҳар кас ва барои мо ҳар рӯз як кас аз дунё мегзарад, бояд ки як дарс боша ки мо бояд бадӣ накунем. мо бояд барои симу зару молу мулки дунё талош накунем, зеро ки ҳеҷ ка бо худ чизе набурд. ва мо намефаҳманд афсӯс ҳар кас. афсӯс ҳар кас намефаҳманд. мубориза мекунанд, ҷанг мекунанд барои чизи моли дунё. не ки оё ҳамон насиб мекунад ё намекунад. ва ба ҳамин хотир ака барои ҳамин қадар бо яке аз сахттарин мисол дард ҳамон аст ки баъди рафтани мисол калонҳо мин таънаи маълумату чӣ рӯзо болои сарат мебиёяд. ман ростӣ намехоҳам дигар дар ин бора гап заданам ва ман намехоҳам ҳамиқа мегӯям ки вақташ ба мегуфтанд ки худованд аз тӯҳмати ногаҳон дар эмин бошад. ҳамин будааст ҳамин лаҳзаҳо ва мо ба худованд месупорем дигар ҳамара. бигзор ҳар чӣ бода бод ва худованд худаш медона ва гумон мекунем ки ҳамон шояд ки дар лаҳзаи марг агар дар ин лаҳза агар пушаймон нашаванд аз бадиҳошон, шояд дар лаҳзаи марг аллакай аз бадиҳои худ пушаймон шаванд, не ки дигар чорае нест. фақат ҳа ё не ба ҳамин савол аз дӯстонатон, аз наздиконатон розӣ ҳастед ё не? аз наздиконам бале. хай баъзе нафараш ҳа баъзе нафараш не ки хай розигии моро дигар нигоҳ намекунанд. як замон буд ки дигар гапзада сине наметонистанд. ҳамин қадар ҳурмату эҳтиром мегӯям ки пул як чизе будае ки ҳамин даста дар пеши бар будае. ҳамин будае замона, не ки иншолло инамо на аз гушнагӣ намурдем, аз ташнагӣ насӯхтем ва дар кӯчаҳо намондем. лекин боз мисол парвардигор бо ки мисол ки инсоне ки бо ризқша медиҳад аз ҳар тараф. бале. бо инсоне ки агар ки киштанӣ набоша бо инсон бо умр мебинад. хуб агар шумо ба ҳамаи кор қодир мебудед, ду коре ки бояд фавран онро анҷом медодед чӣ буд? агар ҳамаи кор аз дастатон меомад, фақат ду амале ки фавран тезтар ҳамон чиза бояд шумо анҷом медодед. аввалаш ки ман ягона ин ба ҳама кор қодир ин парвардигор аст. бале. агар ки ман мисол гуфти гапо ки намегӯем ки ба ҳама кор қодираму, лекин агар ман қудрати ҳами каме агар ки ҳамон шароитҳои агар ки доштара медоштам, аввалин дараҷа ба ҳамон нафарое ки барои ман ин қадар мисол бадӣ кардан, ҳамнаро розӣ мекардам аз худам. бале. як сол аст мо ба чанд нафар пешниҳод кардем, ҷавобҳои аҷиб гардонида буданд ва ба пай сарноз мехоҳем ҳамин савола бидиҳем. шумо $1 миллион доред ва барои ки ҳамин полиси ҷаҳон ҳамон $1 миллион шуморо пайдо накунад, калиди ҳамонро шумо дар куҷо пинҳон мекунед? ва тез хайр саховатш мекунам ки дигар на ай ӯ калид монава на дигар ай ӯ ягом чи гуфтен калида ман наметем. диба ман ҳарчи гуфтан мегирам. зина боше. хуб аз ҳама зиёдтар барои чӣ ё барои ки гиря кардед? барои модару барои фарзанди падарам. дигар аз он дарди сахттар набуда. кадом лаҳзаҳошон пеши рӯтон меояд ки шуморо масалан ба гиря кардан водор мекунад? чӣ лаҳзае ки воқеан пеши назартон меояду шумо худатонро дошта наметавонеду гиря мекунед? як бора ҳангоми шаб мешавад
وقتی شب میشود خوابم نمیبرد تا قریب صبح ما بیدارم. بعد همون لحظه مثال یاد میکنی، همون لحظه سخنهای نکشه، برای که دادر ما بهترین بچه بود. فقط لب جان جان، رئیس جان، اپا جان گفته صدا میکرد. افسوس که خیلی گفتی و یا که در همسفراشون اونقدر وقتا موفق نبودن. شب میشود اول مهربانی مادر، سخنها و خنده های فرزند پدر در یاد میرسه و همین فهمیدم که این درد تا آخر از رفتنی نیست. میدونی بسیار چی عذاب میتید همین خاطره ها، از همه چیزی سخت با خاطره ها بوده، لیکن چیکار میکنیم؟ صبر باید کرد و تا روزی هستیم که باید نفس بکشیم به خاطر فرزنده و به خاطر زندگی. شما گفتید که این کورتا رو هر روز شما میشستید با مادر میدادید و حالا میشوید و خودتون میپوشید. بله، برای چی من در سیمای خودم سیمای مادر ما میبینیم. هر روز خودم نگاه میکنم میگم اول که رومال بندیاشو میبندم میگم چه مدام چم نشدم، اما رنگی چم نشدم. من همیشه خودم سوال میتم بسیار رفتارهای مادرم اول که دما هست، من این چیز پای بردم. خب بار شده است که مادر دعا داد و شما فهمیدین که او چی گفت، چی طلب کرد از خدا برای شما؟ راستی گپ پیش از مرگش یگام وصیت کردگی نیست که مثلا ایره خیکو ایره خیکو ایره خیکو، چون هر وقت یک سخن داشت. برای که اون مادر بود، او هر یک فرزند خودش بهتر خوبتر میشناسد میداند از یاد و هر لحظه یک وای بود. میگفت که خدا خاک بگیری زهر گرده، خدا از فرزندات سیرت کنه. چقدر همین یک روزه چند بار همین دعا را به من میداد تا آخرین لحظه شه، نه که وصیت نداشت. و الله که خودش چی بود؟ من از تو راضیم، من از تو راضیم، مرا ببخش. ما گفتم ما اوچه جان هر کس میسر نمیشه به خدمت مادر. ما شکرانه میکنم، ما هیچی برای خودت نکردم، لیکن از حوزه که میبینیم که این فرزنده که مادر و پدرشون خار میکنن میبرن در صاحب خانه و در پیران خانه پیران سالان میمونن، ناحرمتی ها میکنن قصینی وای، میگم خیلی فرزنده خوب بودیم. شکر. سلام باشین. دویر به این موضوع دیگر صحبت نمیکنیم و بسیار موضوع حساس است. فکر میکنم اون چیزی که در کار بود یعنی شما گفتید، فکر میکنم که البته ادامه برنامه نیز برای شما جالب است. و سوال دیگر همین است به شما آقای سریناس که من میدونم که برنامه ما رو قسمت زیادی مهاجران تماشا میکنن، اونایی که در دیگر مملکت ها هستن. یک سخنی که از قلب شما یعنی مخصوص برای مهاجران است کدام سخن است؟ اکثریت مهنت حلال همونا میکنن مهاجران و نگاه کنید که در روزهای وزبینی حتی ما یگان کار خیر در دست میزنیم بیشتری کمک همونا میکنن بیشتر شه. خدا برکتشون بده. و میگم که هیچ وقت رو افتادن نشوید و ان شاء الله روزای خوب در پیشه. همیشه باید اولش به خداوند بعداً به خود باوری داشته باشید. همش میشه وقتی که آدم پیش روش همه وقت همین چی میشه همین چی میشه گفت فکرای خوب کنه هم میشود. میگن که با کوه آواز خوش ده تا خوش آید، مگو ناخوش که ناخوش آید. همیشه خوش فریاد که خوشی بیاید. بله، من فکر میکنم که شما روزنامه‌نگار هم هستید. کم کم بیاید شما ما رو معرفی بکنید. ولی برنامه رو شما شروع بکنید، ما رو معرفی کنید. سلام و درود به اهل بینندگان تماشابینان این برنامه جالب. و نگفته نماند که در برنامه ما یکی از این راوی‌های خوش صدا، راوی‌های بهترین و نگفته نماند یکی از راوی‌های خیره حضور دارد. زنده سلام. بسیار معرفی خوب، اولین و آخرین بار بود. خب اصلا چیزی که من نمبر میکنم اگر که این بسیار هزل است، بله، خواستم که کمی هزل کنم خفه نشوید. نه درست است، قبول است. و سه چیزی که من نمبر میکنم در یکی از همین گروه خودتون هم میبینید یا نه؟ پولدار، بیمار، بدبخت. کدام از این سه چیزی که من نمبر کردم شما خودتون هم میبینید؟ در یکم تاش نمیبینم. خدا را شکر. چهارم گروه کدام گروه است شما؟ خوشبخت. بله. با همین قدر مثلا پستی و بلندی هایی که در زندگی بود، یعنی شما زنده دل هستید و حالا هم خودتون خوشبخت میگید که من خوشبخت هستم. البته این یک امتحانی پروردگار است. بله. و بنده دوستاش غم میته، دشواری بالای سرش میبیاد.
هر یک بزرگا بودن که بالای سرشان دشواری ها اومد، این قدر تهمت ظلم اومد. پس ما یک بنده ایم، شکر میکنم و گمان میکنم که هر یک تاش حکمت دارد بخد. بله. بعد از 30 سال شما خودتون رو چگونه دیدن میخواید؟ بعد از 30 سال اگر زنده باشم یک چی میگن کمپیری یک کمپیری بزه بیرمال سفیدی نبیره ها در دست در انمین دشت گذار گشتن. شاید بالای وای کوه باشد نه؟ کجایی باشه سلامت باشم و در حیطای فرزندام خشت تبارم باشم. بله. بعد یک کمپیوتر بسیار نورانی بود. همین سخنه میگفت که خدا محتاج هیچ کس نکنه ما را. البته. بله. خب یک سخنه که در زنده بودن مادر و برادرتون نتوانستید امکان نشد با او بگویید، با اونا بگویید و حالی میخواهید که همون سخنه بگویید. افسوس که ایرما یگم انسان تا لحظه که نزدیکش زنده ایره هیچ که درک کردن نمیتونه. یه دردی است که بعد از دست دادنشان میاد. اگر همین را پیش میفهمیدم میگفتم که به بودن شما زندگی تلخ است و معنایی ندارد. همین سخنه میگفتید. البته. بله. زنده باشین. خب ما میدونیم که شما به صحنه برگشتید و سوالم همین است که به صحنه برگشتید برای چی و اگر نه برای چی؟ خیلی اگر نه هم میشد انشالله که خداوند هیچ کس خور نکرده. رزق ازلیه. بله. وقت هم چی نشان میده و فکر میکنم که انشالله ما هم زندگی مثال شیرینی با اویله خوبه با میویم برپا میکنیم و شاید که اون لحظه اون مرد با ناموس با آور پیدا شود که بگه که من همش خودم میکنم شما در خانه بشینید. یعنی شما نیتی اولادار شدن ندارید؟ میخواهید اولادار شدن؟ خوب است. برای زن به شوهر گشتن درست نیست، برای مرد هم به زن گشتن خوب نیست. بله. البته که همین زن برای مرد آفریده پروردگار، مرد برای زن. بله. این حتی در سوره نساء آمده است که مرد برای زن، زن برای مرد. جفت آفریدند که مثال برای یکدیگر. پس ما آرامیشمون در همین برای یکدیگر میابیم. و خدا کند که همه ما زنها و مردها را پیش از همه بخت سفید و زنها و شوهرهای خوب نصیب گرداند. زنده باشین. آخرین سخن شما در این بخش. خیلی تشکر که اومدین. یک کمی مثال که از اومدنتون هم یک کمی ناراحت هم اول داشتیم که مثال که اومدن نیستین. مثال راه دورتر بود شما اومدین و این مثال ما یک ناخاطر بود همش. یکی گمان میکنم که این چیزی که اصلی که برآمد خوب شد و با کلی همین هموطنان هم این بهار زیبا را مبارکباد میگم و خدا کند که باز با بهار دیگر همه ما شما را برساند. سلامت باشه. خب اما برنامه ما به انجام نرسیده است. این بخش دوم بود. میگذاریم به بخش سوم و یادرس میشیم. بخش سوم هم بسیار جالب است. این انجام دادن یک عمل در دهات است و میبینیم که کدام عمل کدام شرط اولی اپای سریناز اجرا میکنن. فقط ببینید. دوستان عزیز این شرط سومی ما است و نگاه کردن همین مال‌هایی که در همین خانه بسیار شد و بر هوای فضای دهات است و فکر میکنم که برای شما انجام دادن همین شرط از جانب سریناز یوسفی بسیار جالب است و یادرس میشویم دوستان عزیز که البته این برنامه با دستگیری اول تماشابینان ما و بعداً با دستگیری تینکوف بانک است. فکر میکنم که البته شما با سیلکه زیر ویدیو بوده داخل میشوید یعنی کارت‌های خود رو درخواست میکنید البته به شما برده میرسانند و این هم برای پیشروی ما و هم برای پیشروی شما بسیار منفعت آور است. خب اپای سریناز پیش از اون که با کار شروع بکنیم این برچه‌ها چی میخرن؟ عجیب سوال دادین که خیلی فکر میکنم که علف میخورن شکلات. تمام. خب نباشم شروع میکنیم. حالی خوب. شروع میکنیم از چی شروع میکنیم؟ ما هم همراهی میکنیم اپای سریناز هم میدرویم داخل همین آغل به قولی. یا همین ما را بری میگه. ما هل میگیم، آغل میگیم. با چی میگی؟ این با فکرم اینجا شوی نمیشه وا. نشه اینجاش خیلی میشه. خیلی وای نکنه استا که وای بیچاره لات دادی. شما خودتون غلطوندی. گناه همه کنی اپای سریناز دست سر ما بورش میکنی نه؟
کنی هیچ خزبان اینو ببینید. این شما را ناشناسیدن چی اینو شما رو دیدن ناشناس ترسیدن. این هیچ خزبوگیشو نبی. کنی یارم میبروی کم کم نمیخری سیلاشون میکنی سرگوشون یارم میفرستی مثل فرزند ها البته وای خودشون میوین یا کنی بارچه ها بارچه کلاکت کدوچه میشه خواستم در صنف یکی خونده بودیم خب علف از کجا میگیریم از کجا میگیریم میبریم به اینا اینجا هست بسیار بایشون که هاشون تیاره علاقه خیلی میرویم بسر علف میرویم نه اینجا نه که همه چی اختگی اینجا ده اوجه پشت علف کهدان اینجا کهدان دست رفتیم الله اینجا وای فقط جوری قب خاگر همه جا باشیم و چیکار باز میکنیم ببریم از میریم علف میاریم به جاها اینجا میرویم ها اینا رو پیشتر از شما ما وای علف داده بودیم با یک بار دیگر علف میدیم یک نفر فکر میکنیم که البته اگر چند مرتبه که علف دهیم سیر نمیکنن انا خوش آمدیم خوش آمدیم خوش آمدیم خوش آمدیم خوش آمدیم بله شما رو ببینم خیلی میکنم بله خب از اینجا میگیریم علف خوش آمدیم این طرف هستن شما علف از اینجا میگیرین این واقعا هم کهدان عجایب است ببینید بسیار با این خیلی کارو شما مشغول میشین پسرینوز ما راستی کارهای در کودکیمون کردگیم میرفتیم خانه ده خانه مامام خانه مثلا یکم خشتبار میرفتیم پختچینی همراهشون میرفتیم مثلا میگن نوبت پاداشون میشه درست دیگه میرفتیم خودمونی میرفتیم خیلی کشت کار ما یورا دیدگیم در کودکیمون یورا ما دیدگیم و برای ما قدشون هم نیست اینا ای مور اپا مور سامی کنیم تمام آخی گفته کاری قشلوق نمیترسه آخی همین کاری قشلوق در وقتش ما انجام بدیم ببینه که از ازتون مور میباره خیلی بس ما نمیتونیم که ما از این میترسم نخواه مور تمام ما از همه بای همین خزنده های نغز نمیبینم منم باور کنید مخصوص از مور میترسم و فکر میکنم که بله منم که از مور میترسم فکر میکنم که هم از مور میترسم باور کنید خب ابشار نیوز من در دستم تلفن انا خدات میگیری من مالش انا من ترسوندی گیر چقدر میگیری شما به حواس کار کرده استبن من ترسوندی خدات میگیری خور داشته اسیم برو اجا انا میخه مهمونه احترام ببینید مهمونه ها کجا برام آتایلا ریسک کرده آسان نیست کاستمو برو کپوش دای فقط درام بالا وایس میز میشینی سوال جواب کرده خیال کردی کاری خوشلاق آسانه نگاه کنه و خرم پس شسته شما را ترسوندیم گناهگار شدیم نه الان کنه پاجون شما میگیری تقسیم میکنید نیختون تقسیم میکنی من ترسوندی حالی او وایش وزبینه جوابش ما باید اجا برم بخونم اینا کجا دارم همجا مونه دک نشی همجا مونم شم مونه باید خودشون میبیان مونه خودشون میبیان خودشون در اون دم نمیبریم خیلی خشبار درون از اینا بله از اینا نه اینجا که هسته اینجا تمام که در خب باز چیکار مونده است که باید شما انجام میدید اپا هیچی شما رو بسیل میکنم تمام شما لکه از مهمونو بیزار شدید دفترم نه وای برای چای خوش رو چه اگر شما دو روزگار در این جمهوریت فکر میکنم از 10 سر 3 سرش باقی میمونه تمام آخه من جدا کار نمیکنم شما ما مجبور کردیم من در همونجا یک خودم دامگیری اومدگیم کار کنی نه استراحت اومدید اینا را کی علف میدید با خیلی جبو هستن اینجا ده هست یک دو تا دوستای کمین خیشای دوره که اینجا خیلی کارو قطعی مشغولن هستن نه تمام تازه نمیکنید داخلی خیلی که اگر فورید ما میکنم چی بانی حاضر تازه کنیم چی
ҳозир тоза кардем ами саҳара меёра шумо омадӣ фишам инҷа тоза зинда бошен апаи Сариноз ва тамошобинони азиз, фикр мекунам ки воқеан ҳам апаи Сариноз азодаи тамоми кор мебароянд ва бонуе ҳастанд ки аз дасташон қариб ки тамоми ҳунарҳои бигӯем ки ҳам сарояндагӣ, ҳам омода кардани хӯрок ва ҳам нигоҳубини масалан ҳавливу гову моле ки масалан дар фазои деҳа ҳаст. Ман барои шумо аҳсан мегӯям. Ман бовар кунед, бовар надоштам, зеро шуморо фақат дар саҳна медидем, фақат шуморо ҳамроҳи рӯзноманигорон медидем ки саволҷавоб мекарданд ва дар фазои деҳа бисёр хуб шуд ки омадем, шуморо дидем, мушоҳида кардем ва ман барои шумо ҷаҳони сипос мегӯям ки бисёр як меҳмондории хуб кардед. Ҳарчанд камтар кор кардем, лекин меҳмондории хуб буд воқеан. мегӯяд ки ҳамин инсони ҳамин фақира мегӯянд ҳамон дастархонаш дар болои сам кушода аст. Ман ба ҳамин хотир мардами деҳаро дӯст медорам. баъд мисли як хонаҳо не меравӣ мешинӣ, мисол чӣ қадар ҳамин сарватманди калону ҳар як хӯрданта нигоҳ мекунанд, чӣ хӯрдиян, чанд қа хӯрдиян, чанд сум мешавад. баъд мегӯянд ки ҳунар гуфтед, пеш вақт мегуфтанд ки ба як мард 40 ҳунар кама, ине ки фикр мекунам ҳозир ба як зан 40 ҳунар кама. Мардҳода дигар ба фикр ма шумо хорӣ? Не, мо кор мекунем. Кор мекунем. Лекин 40 ҳунар дар ҳаётат надорӣ. Кор ҳастам. 40 ҳунар надорӣ наврӯз. Саломат бошен. Воқеан дуруст аст. Воқеан дуруст аст ва ташаккур барои шумо. Хай гисел кунем урака. Мо мерем. Хай баъди қурутоб як чойто накунам. Хай биёед мисол амин ваётона хомӯш созед. Амин камераҳои сабтитона як пиёла чой дигар менӯшен, баъдан гиселтон мекунем. Тамом. Мо инҷо барномаро ҷамъбаст мекунем дӯстони азиз. Меҳмони барномаи дар меҳмонии мо будан аз канали Тоҷикон Груп дар аввалин шуморааш ҳунарманд Сариноз Юсуфӣ. Хуш омадед. фикр мекунам ҳамаи шумо аз пушти экран каф кӯбидед. То нашри дуюми барномаи дар меҳмонӣ тансият бошед. Хайр.